بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی نژاد رمضانی هستم. امروز در خدمتتونم با مجموعه زیرمجموعه ها. خب، زیرمجموعه ها و علامت زیرمجموعه ها. اگر تمام اعضای مجموعه مانند A در مجموعه بزرگتر یا مساوی آن به نام B وجود داشته باشند، میگوییم مجموعه A زیرمجموعه‌ای از مجموعه B است. یعنی چی؟ یعنی این آیی که ما داریم میبینیم اینجا داخل این B هست، پس A زیرمجموعه B هستش. تفاوت زیرمجموعه: در نظریه مجموعه ها، مجموعه A را یک زیرمجموعه از مجموعه B مینامیم. اگر هر عضو از A در B وجود داشته باشد، زیرمجموعه را با نماد این نشان میدهیم. پس اگر A زیرمجموعه B باشد یا به این شکل، تمام اعضا A در B پیدا می شود. یعنی چی؟ یعنی این الفی که الان هستش، یعنی اعداد 1، 9 و 4 هم زیر مجموعه B هستش هم زیر مجموعه الف، ولی اینجا اشتراک داره با B، ولی اعدادی مثل 10، 5 و 8 فقط زیر مجموعه B هستش و هیچ اشتراکی با الف نداره. چند مثال از زیر مجموعه: فرض کنید مجموعه های A مساوی 1، 2، 4 و B 1، 2، 3، 4 و 5 داده شده. مجموعه A را زیر مجموعه B میگوییم، زیرا هر یک از اعضای A در B نیز هستند. این گفته را با علامت ریاضی نشان میدهیم و میگوییم A زیر مجموعه B هست. به این شکل الان اعداد 1، 2 و 4 زیر مجموعه A هستند و اعداد 5 و 3 زیر مجموعه B هستند. خب، بنابراین اگر ما بپرسم رابطه دو مجموعه A و B، این مثال چیست؟ میگوییم A زیر مجموعه B است. بذارید من اینجوری بهتون توضیح بدم. خب، اینجا یه دونه مجموعه به اسم P داریم و یه مجموعه به اسم Q. یک زیر مجموعه P هستش و 5 و 6 و 2 زیر مجموعه Q هستش، ولی اعداد 3 و 4 در دو مجموعه هستن، یعنی هم 3 و 4 زیر مجموعه P هست و هم 3 و 4 زیر مجموعه Q. ما میگیم اعداد 3 و 4 اشتراک این دو زیر مجموعه هستن. زیر مجموعه همچنین تعداد زیر مجموعه های سره این مجموعه 2n-1 است. خیلی ممنونم که این ویدیو رو با من همراه بودید. با تشکر. خدا نگهدار.